بسم الله الرحمن الرحیم. سفر ترکمنستان خیلی خوب بود الحمدلله. با وزیر صاحب محترم امور خارجه ترکمنستان ملاقات خیلی طولانی داشتیم. امروز تمام روز سر صحبت ها و موضوعات تیر شده. موضوعات مهمی که داشتیم موضوع حوله تاپی بود، همچنان در بخش برق که چطور زیاد شود و همچنان در موضوع خط آهن بود. بین همه موضوعات خوب صحبت شد. موضوع تجارت هم خیلی مهم بود، سر او هم بحث شد و تصمیم گرفته شد که در همه عرصه ها دستاوردهای خوبی داشته باشیم، پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم، چون که تعلقات افغانستان و ترکمنستان خیلی خوب است و می خواهیم که سطح دیپلماتیک هم بالا برود و پروگرام‌های خوبی در دست داریم که انشالله در سال جاری بسیاری از پروژه ها و بشارت های خوب انشالله شاهد می باشیم. طرف ترکمنستان هم آمادگی خیلی خوبی داره برای پروژه هایی که ذکر کردیم. امیدوار هستیم که در این عرصه ها خوب دستاوردهایی در آینده داشته باشیم. هر دو کشور از یک دیگه خوب مطمئن هست و هیچ نوع تشویشی نداره و با یک دیگه خوب همکار است. اطمینان خیلی زیاد شده، سطح اطمینان خیلی بالا رفته و هر دو کشور میخواه که به سطح منطقه رولی خوبی داشته باشه. ما میخواهیم که از راه لاجورد که از ترکمنستان تیر میشه از هم استفاده شود. دلچسپی ترکمنستان هم زیاد است در این عرصه تا که افغانستان از این راه به اروپا وصل شود. همچنان در داخل افغانستان بسیاری از پروژه های هست که در او ترکمنستان میتونه که سرمایه گذاری بکنه و طرف افغانستان آمادگی خوب داره و در این همه عرصه ها انشالله توافقات خوبی صورت گرفت و انشالله نتایج خوبی داشته باشه.